سلام دوستان، چطوری؟ حالتون چطوره؟ دوباره اومدیم با پارت دوم بازی دارک سولز 3 که بریم ببینیم آیا امروز شانس با ما یاره یا نه. من اون سری چون خیلی سیو میو دارم کلاه همو برداشتم، یعنی دوباره کلاه همو میذارم و برام چیکار کردیم سری پیش؟ اوکی. این سری قرار بریم سراغ باسش چیه؟ باسش یک باس جدی راحت. میدونم من در مورد همه این گفتم، ولی این باس واقعا نسبت به باس های بعدی خیلی راحته. مثلا میشه گفت در حد باس اولیه است که همون اول زدیم، ولی خب حالا الان بریم میبینیدش دیگه. فقط اون چند تا کار ریز داریم. دوباره ما میکنیم به طور همینا میزنیم ناکن بایستا عجله کردیم. دوباره خیلی سریع اینا رو میکشیم، میریم پایین، اینم میکشیم، شیلدمون ولی میریم جلومون. خب این هنوز بلند نشده. خب بعد این آیتم اینجا رو برمیداریم. اونجا هم که رفتیم، چون این سری قراره بریم یه راست باس رو بزنیم، برای همین شما بیایید اینجا اینو بندازید مثل همیشه، اینم بپرید رو سر صحبتکتون رو بزنید. اینجا بدوید دیگه، نرید اونو بکشیم. میدویم میایم اینجا، از اینجا اینجا، از اینجا اینجا. چقدر جون کم کرده. خب میزنیم، اینم میزنیم، اینم میزنیم، خیلی زیبا و جالب. یکم داره میاد بالا. آره چون من نمیخوام دمیج بخورم، بذار بیاد بالا. میخوام با فول برم سراغ باس. اینم و از اینجا میریم پایین. کلا دیگه اصلا دمیج بمیج هیچ نخوریم. اینم داریم اون آقا توپلو هم زنیم بره. رفت. خب نه برگشت. چرا اینجوری میکنی آقا توپلو؟ از اینجا میریم میزنیم کنیم اشکالا مهم و بدوی اینجا رو بدوی همینجوری به دویدن سمت بالا نرید، برید کنید بدوی که اون شوالی ها گیرمون نیارن دیگه. الان میخوان اذیت کنن اینجا و خب رسیدیم به اصل مطلب. اینجا ما یه دو لول هم به شمشیرمون دادیم. آره دادیم، لول اپ همون هم کردیم. خب میایم ما اینجا این آخر دست میزنیم به اینا. وای خدای منو چرا اینو بستست و ای بابا و فلان. بعد یهو پشتمون به صورت خیلی نرمال یه پورتال با میشه و این آقایی از توش میاد بیرون. شاید خانده میشه. میاد بیرون و ما الان به فاید باش میکنیم. قلقش حالا چیه؟ خیلی دارمش میکنم قلق رو یا حسین صدا رو قلق نابون میدوی میزیش بازی تمام. باز دیگه هیچ کاری نمیکنیم بند خود فقط زیر فقط زیر خود باید میتونی زنی بشه کرد. یه دونه از دربازه میگن دل برای چی سوال میگن نداشتیم. خیلی راحت
دیدی؟ همون به همین راه یه فلس نمیخوام. گفتم من اون روز این فرم نبودم ولی امروز هستم. 3000 تومن هم میگیریم و نمیشینیم تو بنفایه. در اونجا با میشه ولی توش نمیکنیم. برمیگردیم برای چی؟ یه دونه فلاس میزنیم بالا یکی تو باس استفاده نکردیم. بیاید اینجا شما این کاکو رو اول بزنیم که اگه اجازه بدن و برید بالا. اینا مال این حرفا نیست. شما بیایید برید بالا. خدا رو شکر اونا هم نفهمیدن من اومدم بالا. این داداشمونه. این آیتم رو بردارید باهاشون هم اصلا مبارزه نکنید. چرا؟ شما نمیخوانید. همین الان یه باس رو زیر یه دقیقه زدیم دیگه چی دارن اینجا؟ بیاید این تو جلو هم نمیاد. ابسولوت سینما. بیاید اینجا با این خانوم پیرزنه صحبت که میکنیم. بعد از چرندیاتش یه دونه بنر بهمون میده با یه دونه وی آف بلو. حالا وی آف بلو چیه؟ وی آف بلو شما میری میذاری اینجا. به چه دردی میخوره نمیدونم حقیقتا. نفهمیدم آخر سر به چه دردی میخوره ولی مهمم نیست. به هر حال یه آیتم کارایی حتما داره که هست. بعد این بالا هم که میری اینه که اصلا سمتش نمیریم. چرا؟ چون اصلا اهمیتی برای این نداره. خواهد با من کل کنه. برو عقب. بودو حیوان بودو برو دیگه. میخوام بیام رد شم. راه ندادی به من خودم راه رو ساختم برای خودم. بیایی برید بالا. خدا کنه اینا نیان حاجی. فقط این آیتم هم یادم این رفت و برم سعی اینا نیدم. بود اومدن. بودوید اینا نباید اومدن تو برنامه نبود که اینا بیان. اشکال نداره. بودو وایسی دوین بریم بالا. حل ریلکس دیگه. ریلکس هیچ خطری دیگه ما رو تهدید کنید. برید بالا. این در رو وا کنیم که چی بود؟ اینجا همون شورتکات هست. این هم همون آپا هست. این همون جوری که میکشتی میکنی میری پشت. نشد حالا برم پشت. میری پشت و یه دونه دیگه. اینم که حالا بنده خدا رو کاریش نداریم. اینجا میاییم اینجا این آیتم رو برمیداریم. پایینم آیتم مهمی نبود ولی من میرم که نشونتون بدم مطمئن شید که چیزی نبود. خودتون تنهایی نرید. منم باهاتون میرم. خب این مرد. این دوست عزیز. این هم مرد. اینا همشون وان شات. به اینجا بهش نمیاد شاید هم نمیاد بزنه. خیلی راحت. این هم به زبان میکشیم. اون دوتایی که اومدن نباید میومدن. اون کار منو خراب کرد. یا یه دونه آیتم مزخرف میگیریم. بعد همین هم دیگه چون اومدیم این همه بالا. اینجا هم خوب شد داشت یادم میرفت. بیاید اینم وردارید. اونم حاجی باید بگیریم ولی باید بگیریم. نمیشه نگیریم بده. همون جوری که بود میریم عقب. اینو نگه میداریم. یه ثانیه بل میکنیم. پایین جا داشت. حیف نمیدونست. بذار الان میبینیم. اینم که فهمید که آقا اون آیتم واقعا یا حسین غریب واقعا آیتم مهمی نیست. آقا نمیدونم چرا حرف منو باور ندارید. میگم اون آیتم مهمی. حالا من میرم میگیرمش. مشکلی نداریم ولی حالا کلا الان نه. به وقتش سراغش میریم. تا وقتش گذشت ولی حالا یه کاریش میکنم. آقا زیاد با زندگیمون رو درگیر نکنیم. میدونی چی میگم؟ بیاید اینجا.
اینجا قرار بود پارت قبل بیایم اینجا، ولی خب دیگه الان میایم. پارت قبل طولانی شد دیگه. بعد ما هم که خب تو ایرانیم، همونجور که میدونید یکم به مشکل میخوردیم سر اینترنت، ولی حالا بیایید اینجا و این عزیزان دلم که میان و رو ظاهر، ولی میگن رو ظاهر کسی رو قضاوت نکنید. ناکن رویش بودن قیافشون میکنم خون باشم، ولی ناکن ما خیلی نرم گرفتم، خیلی نرم بردم گذاشتم اینجا. دستشون هم نرم. خدا حافظ، پروردگار یار و نگهدارتون. اینجا بمب‌هایی رو لیت میکنیم، پاشم میشینیم و به راهمون ادامه میدیم. آخ وایسا 3000 تا داریم، بذار ببینم، بذار یه چک بکنم. یه دونه لول میتونیم بدیم که بیایید با من. الان اون یه لول اصلا نمیارزه به هیچ وجه که من بخوام براش برم تا اونجا. یه دونه بونفایر قشنگ بعد اون دروازه هست. اونم اون آقا هم ببینید ناکن بالای اون برجه وایساده تیرکمون داره. اون به موقعش دوسته ولی دهن ما رو سرویس میکنه. به موقعش میرسیم، به همه این بدبختی ها میرسیم. خب ناکن اینجا وای میسیم یا میریم جلوتر، فکر کنم جلوتر بازم. سگا میان میفتن به جون اینا. بیفتید به جون اینا دیگه بچه ها. میفتن به جون اینا. ما هم برید تو فرصت هست اینا تعریف کنم که بسن اول این پشتمون هم الان بیاید اول این ور. تو هم برو پیش رفیقات بیزنه کنم خلاص شد. بریم این پشت هم آن میکنیم. بزر رو نداریم، شانسی پیداشون کردم. خب این رو نه ناش اینا همه مردن. چرا؟ شاید فهمیدیم بعد، ولی این آقای زنده است و اینا با اون صحبت میکرد. بابا باید صحبت میکرد. آقا Oh, then it's true. A champion of Ash as I live and breathe. سلام آقا. To be in your presence is a great honor. I am Joel of Londo, a pilgrim as you can see, only somehow خب بعد حرفای متوقفش اکسپت کنیم میزنیشو. آیتمو ندادی؟ این آیتم من نداشت. این شاید نداشته نمیدونم. حالا اینو برمیداریم اشکال نداره، ورداشتیم میریم. اینجا این روستاه روز برسیم بهش بعد میگم آیتم، ولی اون میدادم، ولی یه کاری میکنه که حالا بهتون نشون میدم دیگه. این آقا رو نگاه کن، این نرمونی که پشته این یه کاری میکرد این یارم نمیاد، ولی من چیه نه بیاد اینجا. این هم بونفایر مهندس میزنیم اینجا. هر کسی که بلادبورن رو بازی کرده باشه میبینه خیلی شبیه بلادبورنه. یه روستا هست که بلادبورن همینجوری آدماش هم همینجوری. من نمیدونم جلو اول بریم این لوله رو بدیم سر هیچه چنگمون در نداره. مثلا روستای بلادبورن هم همینجوری بود، همینقدر هم مزخرف بود، رو مخ، چندش، کثافت، کسی انواع بیماری و مرض. خب این خانم هم که خانم که نه فرشته. آره یه لول، آره دیگه یه لول میتونیم بدیم. این لول هم بدیم به دکس. چرا دادم به دکس؟
تست کردم دکس پایین رو دادم به دکس. خب آقا هم بذار ببینم اینجا اومد بهتون نشون بدم چیکار میکنه. این آشش این آقایی که میاد اینجا شما بیا باش صحبت چمپیون آف اش فلان چه. بعد شما میتونی از این آیتم بخری جادو یعنی یاد بگیری یا یه دونه لول میده برات. حالا دقیق یادم نمیاد حالا هر سری که میومدی میکردی این کارو یا نه، ولی چون لول مفتیه من میدم به استامینا فقط چون مفتی. همین راحتی یه دونه لول دیگه هم دادیم دیگه هم نمیداد اگه اشتباه نکنم. نه دیگه نمیده ولی فکر کنم دفعه بعدی میده بازم لول مفتی. حالا میفهمیم دیگه. اینجا هم اینم اومده اینجا و نه باش که حرف میزنی آیتم میفروشه و آیتماش هم مزخرف و تو هم میتونی تازه بهش آیتم بفروشی و ولی حالا میریم پی راه خودم. بذار ببینم اگه یکی چیز داشته باشیم یه لول بدیم. نداریم متاسفانه. اشکال هم نداریم. وایس یه چیزی ببینم داستانش چیه. خب این که نه این use Estus shard to show Estus shard فکر کنم داریم. اگه ما استوس شارت برداشته بودیم این قدرت به قول معروف این چیزا رو میبره بالاتر، قدرت فلسکامون اگه اشتباه نکنم منطقه. خب اینجا که چیزی نید. خب اینم بونفایر رو لول میده که حالا صحبت میکنیم. حالا ایتمش رو نریم این روستا واقعا جز مزخرفترین روستا هاست که در کل دنیا دیدید. بعد میکنم آقای نگاه کنید آقای کثیف موی بکشی خب نمیشه که با خیال راحت راه ادامه بدیم. بفرمایید این هم یکی از دشمنان میزنه. خب ما میزنه این هم میزنه بازم ما میزنه همه چی میریم جلو. اینجا یکم موقعیتش استراتژیک بود آیا یا نبود نمیدونم یادم نمیاد. خلاصه که اینو بذارید زمین اینو بگیرید. یک شیلد بسیار چی به در این راهی حالا نیمچه مخفی بود که توش هم از ایناست. این هم دقیقا کی بود؟ این دقیقا همونی بود که ما از زندان آزادش کردیم. اینا بلاشونن. اون آدم خوبه بود این آدم بد است. اما داریم میاد پدر سوخته همینجوری بذار بیاد یکی دیگه هم میزنم چون پایین پره. خدا کنه تا من میرم پایین نزنم با خاک یکسانمون کنن که نه نبودم خداش همین یه دونه بود گویا ولی اون پایین هست. کجایی کجا باید برم یه دنیا خواستم منو یادم بیاره تمام زندگیم فقط بای اشاره سب میکنیم و داشته باشیم شیل رو میگیری دیگه اشتباه نکنم شانسی موفق شد. اینا نه بعضیشون تکون میخورن اینا جودشون نبود. اینجا هم که بیاید ایشون رو میبینید ایشون هم که یه تلاشی واقعا نوعدمنده میکنه. بیاید این این آیتم رو بردارید و برگردید. آها آره اشتباه من گفتم میگم اون به فلسکاتون استوس فلکس نه شارت استوس شارت اونی که گفتم زیاد میکنه به چیز سلامتی این سلامتی ولش کن آقا. اون استوس شاردا
یه دونه اضافه میکنه. من اشتباه گفتم، همون لول اپ بونفایره که آره. این پایین یه کوچولو استراتژیکه، ولی نگرانش نباشید. چرا؟ چون ما کاری رو میکنیم که هیچ کدوم دیگه از سولز پلیرها نمیکنن. ما فرار میکنیم. آره دایی، خیلی راحت. ما میایم این پایین، شروع میکنیم همینجا زدن اینا. اکثرا هم یادم متوجه نمیشدن. فقط اون بغلشن میفهمم که ما اومدیم. خب این خودش خیلی فرصت خوبیه. بیاید اینم دوباره بایست خوشی میریم اینم میزنیم. اون دیگه پا میشه، کنندشون پا میشه و این جادو بکنیم خودشون باید جلو بودید. ما میریم عقب اول بریم اون میپوشیم. اول ای بابا نخوره مهم نیست. خب الان این کجا بشونم اینجوری. بابا چرا تموم نمیشید شما پدر سوختا؟ ای بابا حالا نگاه کن، میخواد اذیت کنه. واقعا هم داره اذیت میکنه. میری پشت بکی بمیری دیگه پدر مرد بالاخره مرد. میریم این ته اون اعتبارم برمیداریم. واقعا وسطشون ترسیده بودم بزنم ولی این نامردی بود دیگه. لاشخوری مفبرمون میخواستم بکنم. خب ما خودمون مفبر کنیم دادش. میخواد ما رو مفبر کنم ندایی. یادم نمیاد چند تا بودیم اینجا. بریم سریعا میبینی همه شو میزنی. بعدش جونم براتون بگه که میایم این تو درکه رو اوپن میکنیم. اینجا هم چیزی نبود هاچی. آره میگم اینجا رو یادم رفته هاچی. اونو میبینی؟ اونا همونان که گفتم خیلی هم نامردن شرف. ما اونو بندازیم که آیتمه. اون کم کرده بود ولی خب ما از این کم برتریم. میایم اینجا اون ور میداریم. این دررم باز نمیشد از این ور. اشکال نداره. این راه رو هم یادم راهروی خطرناکی بود. به دست که کافی هم ندارم. خدا کنه یکم با هم راه بیاد کارشو داره. آره بود کارش داره. اشکال نداره. وای نمیتونه بابا. بازم میافتید پایین. از شما به درد نخورا.
آیتم ماهت. چرا ما نمیرسیم به بونفایر؟ آخ از چه ور بدی هم در اومدیم حاجی، از چه ور بدی هم در اومدیم. در بدی اومدیم، نمیدونم چیکار کنم الان. آقا ما راهو برمیگردم، نمیخواستم از این در بیارمتون ولی خب برمیگردم. ها این آیتمو بردار، این درم وا کن قشنگم. همین الان یکی میاد تو خفتم میکنه. اینم برداشتیم، کلاه سرمون گذاشتیم. خب میگم عدر بعدی اومدیم، قرار نبود اینجوری بشه ولی خب. آقا من یه چیز زدم، فقط اینم حواستون اگه می بود، یعنی من که نگفتم باشه، خیلی سول گرفتیم، 4000 تا مثلا گرفتیم که نورمال نیست. میدونی در مقابل خوب سول میدن، جای خوبی برای فارم. من که خودم زیاد اهل فارم نیستم ولی خوب سول میدن. بیا بابا من میدونم تو اینجایی، من حرفی نمیزنم تا هم برو خودت نمیاری. اینجا رو بدوید چون کاری ما اینجا با کسی نداریم که همشون یه بار قبلا ثابت کردیم خودمون. بیایید روی پل. آخ دیدم تو یه جلو بینم برو خونتون بابا، برو خونتون دیگه نیستی. میایم پیش این عزیز دل. فایر بوم میگی؟ اینو سکول نرو کم یکی دیگه هم بود. این توه، 2 تا بودن. اشکال تمام. ایزی پیزی لمن سکویزی. بعد میرفتیم جلو، اونجا هم که کسی ما رو خفت نمی کرد انشاءالله. این ما رو خفت قرار بود بکنه، مثلا گندلاتشون بود دیگه، خفن‌تر نداشت. الان وا میکنیم این بالا اونم باز هستیم میزنیم خلاف هستید بابا. من میدونم شما، من میشناسم ذات کثیف شما ها رو، من میکشم از 1000%. خب الان راهمون درسته ولی یه کاری کنید، بیایید بپرید پای. چرا بابا آروم. عجب آدمایی سودجویی بودن. میگم من میفهم اونجا این داره پرد کنه. اینا اگر بالا میرفتید اینا همه چیزای حالا واقعا چیزی که آتیش میگیره بود اون بالا، بعد این رفتن میسرتیم اصلا قضیه خیلی بد میشد. حالا ما میرسیم به این منفایه، اینو لیت میکنیم، بعد میشینیم پاشو یه سرم میریم اینجا بریم تا الان یه لولی بدیم. برحال راه زیادی اومدیم، یه لول ریزی پیشه بانو فایر کیپر عزیز دورش بگردم قربونش بشم. یه دونه بازم اوکی. میدیم به استرنسمون. آره میسنس نمیدیم استرنس که قدرتمون یکم بیشتر شه. بعد دوباره میشینیم میریم ترابل. تا الان وضعیت خوب بوده خدا رو شکر، جای گیر نکردیم و گیر هم فکر نکنم بکنیم.
الان ما چیکار کنیم؟ ما اون وره که زدیم هیچی به هیچی، میایم از این ور میریم بالا. اومدید بالا، بیایید خیلی برید بالا. اینجا خیلی جای خوبیه برای فارم تا اینجای بازی. آزورمون چه زیاده. این خفناشون هم دارن دوگیه دم میگیرن. بعد ایشون هم که هست آنه مانتوس. میرسیم به این آقای. ایشون Unkindled. Welcome to my Welcome to abode. my هدوب. I a crow. تو اشتباه I خوند. get حرفاش که رس کنی از کلیان نه، فلان. بعد این میره دیگه. میره کجا؟ میره تو همون به قول معروف آره همون جایی که همه میرن دیگه. اسمش سخته. آره میره اونجا. شما بیایید بپرید اینجا. این مرده خوبه. بعد از اونجایی که اینجا دیگه کسی نیست بخواد جلوی ما رو بگیره، بیایید. آره دیگه کسی نیست بخواد جلوی ما رو بگیره. میریم خیلی راحت خود اینو برمیداریم. اینم نمیدونم داستان شورسیسش که خیلی خلافه، ولی خوب بک شد. یه دونه رینگ. اصلا من رینگام چند تا رینگ دارم؟ 2 تا رینگ دارم. اصلا حواسم اینا نبود. HP is low. No inserts damage. خب این از این. این هم میذاریم تو دستمون. این برای فایر بود یادمه. فایر اتک رو کم میکرد گویا. نشون بدم تو من که خودم الان ترجمه نمیکنم، تو ادیت درست میشه. خب برو بریم. اون آقا هم که اونجا منتظر ما بریم خفتمون رو بگیره، ولی خب راه رفتنی رو باید رفت. بودو پسر یه بک استپ تمیز نشد بکنم. بک استپ بکی نداشتیم. بک استپ نمیبریم. مجموعی رو میدنیم بالا و یه دونه دیگه بهمون میده. الان میتونیم لول اپ کنیم. الان میریم لول اپ هم میکنیم، ولی موندم آیا اونجا برم به اون اصلا درش بسته شد یادم افتاد. بیایید دنبال من. بهتون بگم کجا باید بریم. کجا باید میرفتیم؟ بذار راهو گم کردم. باید میرفتیم آخه ما باید بریم اونجا. خب راهش اونجا از کجاه؟ اونور. راه اونور از اون پله است. اون پله کجاست؟ قرآن یادم نمیاد اون پله کجاست، ولی تو راه برگشت چیزی که هست اونور بودی که ما پیداش نکردیم. ما تو پیدا کردن که نداشته، نرفتم سرش. میدونیم اینجا چون همونجوری که یادتونه کلی NPC به در منتظرم و برسیم یه دونه بزنم زدم و هدفشون هم رسید. بودو حاجی جان. بودو حاجی جان. برو بابا اینجا برش نشیم. بودو حاجی جان. بودو حاجی جان. حس میکنم اشتباه میکنم. برو خونه کن پسرت. چند بار بگم دوباره همون راه بمیرم که شما نشون بدم که باید چی میشه. ساله که نمونده بودم دیگه. ناکن ما از جونمون کم شد. اونجا هم دیگه آتیشی نیست، از خودمون هم آتیش نمیاد. نه جونمون یکم کم شد که اصلا اهمیت نداره. اصلا اهمیت ندید بهش. مهم هم نیست برامون. فقط راه اینجا رو من جدی یادم نمیاد. نمیدونم چرا. واقعا اینجا کجا بود؟ دور از شد. ولش شد.
بریم این ور رو نشون بدیم بعدش هم تموم کنیم. ما کن میخوایم بریم اونجا. از اونجایی که اونجا خیلی راه بد دستی میشه گفت هست، من مجبورم که بودم این هم ور ببینیم میدونیم این پشتم آیتم هست میام سراغش. من برسم به بمبایی بعدی. این آقا هم به نفعمون که الان اصلا باش هم صحبتی نکنیم، درم وا کنیم. این دوستان بیخیال ما چرا نمیشیم؟ بخور خورو گم شدی. این چرا اومد تا اینجا؟ بزن تا وقت داریم. خودش اومد، کارش واقعا نمیخواستم داشته باشم، خودش خواست بیاد و بیاد. این آقا هم اومد پایین، حالا نتونستم دیگه به خاطر اون انیمیشنشون نشون بدم. باش که حرف میزنیم حرف نمیزنم، ناز میکنه بعد حرف میزنه، بعد دوباره باش حرف میزنیم بعد ناز میکنه بازم، بعد ما این رو میریم پایین. این آقای این پدرسگ نداشت من نشون بدم. این آقای وقتی داره میاد از پایین میاد بالا. میگم داستانش چیه، هیچی من الان نمیگم. ما میریم اینجا یکم خطریه، داستان داریم اینجا. شما بدوید گوش کنید برفن این الان میشنه. ما یه جا خواهی میریم این دره رو وا میکنیم. این دره رو کردیم سریعا اونم دیگه نمیاد و اینجا بونفایی رو روشن کنیم و بدونیم اینجا هست. اینم نمیدونم میتونم باش مواجه کنم. پولام کجا افتاد رسید؟ ولش کن پولو. آقا من میگم قسمت دیگه، چون الان فکرم نیم ساعت شده، نیم ساعت 40 قسمت بعدی همینجا خدافظی میکنم ازتون. پارت بعدی میریم سراغ باس اینجا و اون قسمتش که گفتم کجاه مثلا پیداش نکردم، من که میدونم کجاه. آره ولی حالا تا اون موقع شما رو به خداوند بزرگ میسپرم و ازتون خدافظی میکنم. خدا نگهدار. ما بریم برای ادیت یا علی.